چرا شما امیر تتلو نسبت به آهنگاش قضاوت میکنید؟ مگه یه کارگردان نسبت به شخصیت توی فیلمش قضاوت میشه؟ مثلا من یه کارگردانم دیگه، بعضی موقع ما نقش دزد رو تو فیلم بازی میکنیم، بعضی موقع ما نقش یک بی‌عصاب رو تو فیلم بازی میکنیم، بعضی موقع نقش یک معتاد رو بازی میکنیم، بعضی موقع نقش یک قهرمان، یک ورزشکار یا یک نجات. چون امیر تتلو اومده یه فیلمی بازی کرده که توش معتاد بوده، حتما معتاده. یا اگه امیر تتلو یه فیلمی بازی کرده که توش قهرمان بوکس شده، حتما قهرمان بوکس. نقش یک عاشق رو بازی کردیم، حرفای عاشقانه زدیم. چرا؟ چون آهنگ عاشقانه ببینی به قضیه نگاه کردیم که عاشقانه باشه، یا یک زندگی عاشقانه ای رو توضیح بدیم، یا صرفا خیلی به شما آشنا و توی شعرها همه میگن امیر تتلو رو نکن. هوادارا رو چک میکنم ببینم هوادارا چی میگن، دردشون چی.